سلام خدمت شما دوستان عزیز، من بهروز گیمر هستم. خوش اومدین به ویدیو آموزش ماینکرافت. برو بریم سراغ این ویدیو. لیتس گو. بچه‌ها در این ویدیو قراره که ما فارم شوگرچین بدون ابزرور و بدون مود برای شما درست کنیم. وسایل لازم در این چست هست. خب بریم سراغ این ویدیو. وسایل لازم: سطل آب، شوگرچین و بلوک سبز. یعنی شما به شکل من اینجوری زمین های اینجوری درست میکنید. کنید اینجا کن 1 2 3 4 5 6 7. حالا شما میتونید 9 تا انتخاب کنید، من 7 تا انتخاب کردم. و میایین برای اینکه بپوشونیش اینجا یکی میاد از اینجا دوباره بلوک سبز میذاریم و دوباره همین راه ادامه میدیم اینجوری. مگه میخواین چند طرفی باشه؟ حالا من تا یک کات کنم چون طولانی میشه، هم چند ردیفیش کنم. خب دوستان من اینجا رو کامل کردم و اینجا هم باید آب بذارید اینجا. اگر نذارید شوگرچیناتون مثلا بذارینش اینجا، مثلا اینجا آب نباشه، شوگرچیناتون یعنی میخواین بکارین نمیکارن، یعنی اصلا نمیان توش. ولی وقتی آب بذارین میکارن و میتونن رشد کنن. حالا من سعی میکنم تا رشد کنن. خب دوستان بعضیاشون رشد کردن و دیگه اینم از فارم شوگرچین بدون مود و بدون ابزرورمون. خب دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد، از این آموزش ماینکرافت من وسیله‌ام گذاشتم سر جاش، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما کانالمون رو دنبال کنین، چنل لایک و کامنت فراموشتون نشه، چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنین. گوشی منم 8% همونجوری که مشاهده میکنید. و اینکه ازتون میخوام حمایت کنید و زنگوله فعال کنید که هر وقت ویدیو جدید میذارم با خبر شید و بیخبر نمونید. تا ویدیوی بعدی، آموزش بعدی، بدرود.